سلام بچه ها. بریم با هم تمرینات صفحه 91 و 92 کتابتون رو حل کنیم. ولی قبلش یه توضیح بدم. یه چند مورد از قسمت های سوال 1 رو من توی کلیپ قبلی براتون توضیح دادم. اونا رو اگر میخواین جواباشو ببینید به اون فیلم قبلی مراجعه کنید. خب برای این تمرین میخوایم اینو به روش دلتا حل کنیم. خب اول باید آ و بی و سیش رو مشخص کنیم. آ برابر با ضریب x2 که میشه 1، b ضریب x که میشه باز 1 و c عدد تنهاست که میشه 2. دلتا برابر هستش با b2 منهای 4 ac. بیمون که 1 هستش به توان 2، 4 آمون 1 و سی مونم 2 هستش. خب 1 به توان 2 میشه 1 منهای 4 2 تا 8 تا میشه منفی 7. ببینید دلتا کوچکتر از 0 شد. هر وقت دلتا کوچکتر از 0 باشه ما میگیم معادله ریشه حقیقی ندارد. چرا؟ ببینید وقتی شما میذاریدش توی فرمول بعدی منفی بی مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2a، شما به جای دلتا باید چی بذارید؟ عدد منفی 7 بذارید. ببینید میشه منفی 1 مثبت منفی رادیکال منفی 7 به روی 2 آمونم که 1. ببینید منفی 7 زیر رادیکال با فرجه زوج امکان نداره باشه، یعنی عددی نداریم که به توان 2 برسه و جوابش بشه منفی 7. پس این چون ریشه نداره، چون این رادیکال ریشه نداره، پس کلا میگیم معادله هم ریشه حقیقی نداره. خب توی این تمرین میگه اگر یکی از جوابهای معادله 5x2 به علاوه 13x به علاوه 30 مساوی با 0 برابر منفی 3 باشه. یکی از جوابها یعنی مثلا دو تا معادله که دو تا جواب داره، مثلا x1ش برابر با منفی 3 باشه. میگه شما x2 رو پیدا بکن. خب اگه من بخوام x2 رو پیدا کنم باید معادله رو به روش حالا دلتا مثلا حل کنم دیگه. ولی اینجا این سی مجهوله، پس کار اولم اینه که من این سی مجهول رو به دست بیارم. خب اگر قرار باشه منفی 3 یکی از جوابهای معادله باشه، باید مختصاتش در معادله صدق کنه. یعنی اگر من هر جا x دیدم به جاش منفی 3 بذارم، باید به یه جواب درستی برسم. مثلا اون طرف معادله که صفره باید جواب 0 رو به دست بیارم. و البته اینجا چون یه سی مجهول داریم، در واقع این سی مجهول به دست میاد. خب میشه چی؟ میشه 5 به جای xش منفی 3 میذارم به توان 2 به علاوه 13 در منفی 3 به علاوه 30 مساوی با 0. خب 3 تا میشه 9 تا، 9 5 تا 45 تا منهای 13 مثبت در منفی که میشه منفی، 13 ضرب در 3 میشه 39 به علاوه 30 مساوی با 0. 45 منهای 39 که میشه 6 6 به علاوه 30 مساوی با 0. دنچه 30 من میشه منفی 6. سی مجهول من به دست اومد. خب حالا دیگه راحت من میتونم معادله رو حل کنم. پس میشه 5x2 به علاوه 13x منهای 6 مساوی با 0. آی من چنده؟ 5. b 13. سی من که شد منفی 6. خب دلتا میشه b2 منهای 4ac. b من میشه 13 به توان 2 منهای 4 a5 c هم منفی 6. 13 تا میشه 169 تا. منفی در منفی میشه مثبت. 4 5 تا 20 تا، این دوتا 20 تا 20 ضرب در 6 2 6 تا 12 میشه 120 میشه 289. خب x برابر میشه با منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2a. b من چنده؟ 13 مثبت، پس میشه منفی 13 مثبت منفی رادیکال 289. 2 آی من چنده؟ 5. 289 بچه جذر کامل داره، جذرش میشه 17. پس یکی از جوابهای معادله میشه منفی 13 منفی 17 2 5 تا 10 تا که میشه منفی 30 تقسیم بر 10 میشه منفی 3. این همون جوابی بود که همون ابتدا به من گفته بود. و جواب دوم که میخوام به دستش بیارم میشه منفی 13 به علاوه 17 تقسیم بر 2. خب این میشه علامت عدد بزرگتر مثبت 4 2 5 تا که میشه 10 تا. من نوشتم 2 ببخشید. این میشه 10. 4 دهم که سادهش کنم میشه 2 5. پس این جواب دیگه معادله هستش.
خب توی این مسئله گفته اگر طول مستطیلی 3 برابر عرض آن باشد. یعنی ما یه مستطیل داریم. خب طولش رو با x نمایش میدم، عرضش رو با y. الان به من گفته طول برابر با 3 برابر عرض و مساحتش برابر با 300 متر مربع هستش. طول و عرض مستطیل رو میخواد. بعد گفته مسئله چند تا جواب داره. خب ما میدونیم مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض، یعنی x ضرب در y. الان طول به من داده چقدر؟ مساحت به من داده چقدر؟ 300. طول برابر با 3y هستش، یعنی همین چیزی که اینجا به من گفته من جایگزین میکنم، به جای y هم خودش رو میذارم. پس 300 مساویه با y در y هم که میشه 3y2. حالا طرفین رو تقسیم بر ضریب y میکنم اینجوری که این 3 با این 3 ساده میشه. در نتیجه y2 در میاد 100. حالا از دو طرف میام چیکار میکنم؟ جذر میگیرم. جذر y2 که میشه y، جذر 100 هم میشه مثبت منفی 10. خب مثبت منفی 10 یعنی 2 تا جواب داره بچه‌ها؟ نه، ما میدونیم طول زل همیشه چیه؟ یه مقدار مثبته. پس فقط y مساوی با 10 قابل قبوله، چون طول زل همیشه چیه؟ طول زل همیشه مثبته. اگه y برابر با 10 باشه x که برابر بود با چی؟ 3 تا y، پس میشه 3 10 تا برابر با 30 تا. پس x yمون 10، xمون 30 هستش. خب بچه‌ها من مثال 2 صفحه 72 رو اینجا حل میکنم، چون این مثال مال قسمت‌های ابتدایی فصله و ما اون موقع هنوز روش‌های حل معادله درجه دوم رو یاد نگرفته بودیم. خب توی این مسئله گفته یه زمین مستطیل شکل داریم که مساحت این زمین برابر با 600 متر مربع هستش. بعد با 100 متر نرده اون رو محصور کردیم. وقتی میگه محصور کردیم 100 متر یعنی دور تا دورش رو چیکار کردیم؟ ما نرده کشی کردیم. خب مسلما این دور تا دور یعنی محیط. پس محیط الان این مستطیل برابر با 100 متر هستش. طول و عرض زمین رو میخواد. خب ما طول رو با x نمایش میدیم، عرض رو با y. ببینید این فرمول مساحت میشه چی؟ x در y که برابر با 600. محیط میشه چی؟ محیط میشه x طول به علاوه عرض ضرب در 2 که برابر با 100 شده. اگر من بیام این 2 رو با این 100 هم ساده کنم، پس میگیم x به علاوه y شده 50. الان نگاه کنید 2 تا معادله داریم و 2 تا مجهول. خب چجوری حلش کنم؟ من میام یکی از مجهولا رو از یکی از این معادلات، از این پایینیه به دست میارم و توی بالایی قرار میدم. مثلا y رو حساب میکنم، y میشه 50 منهای x که بر اونور میشه منفی x. میذارمش تو معادله بالایی، یعنی به جای xش میذارم خود x، به جای y میذارم 50 منهای x برابر با 600. این معادله رو اگر من حل کنم مقدار طول من به دست میاد. خب x در 50 میشه 50x، x در منفی x میشه منفی x2 مساویه با 600. مرتبش میکنم، x2 میره اون طرف میشه مثبت x2، 50x میره میشه منفی 50x، 600 هم که سر جاشه برابر با 0. الان میشه این یه معادله درجه دوم. آ من 1، B منفی 50 و C 600. پس دلتا برابر میشه با B2 منهای 4 C منفی 50 به توان 2 منهای 4 آ C. 50 تا میشه 5 تا 25 میشه 2500 منهای 6 4 تا میشه 2400 برابر با 100. پس x من میشه منفی B، بیمون 50 میشه منفی مثبت منفی رادیکال 100 تقسیم بر 2 آ. منفی در منفی میشه مثبت، 50 مثبت منفی جذر 100 هم که میشه 10 تقسیم بر 2. یه جوابم 50 به علاوه 10 میشه 60 تقسیم بر 2 برابر با 30. 50 منهای 10 میشه 40 تقسیم بر 2 برابر با 20. 2 تا جواب در میاریم. با این 2 جواب در واقع یا x من 30 هستش
وای هم برابر با 20 یا اینکه برعکس اگر 30 باشه 50 منهای 30 میشه 20. اگر 20 باشه 50 منهای 20 میشه 30. بالاخره یکیشون 30 یکیشون 20. هر دو جواب قابل قبولن. خب تو این تمرین گفته مساحت زوزنقه متساوی الساقین زیر 108 سانتی متر مربع. پس مساحت این زوزنقه 108 سانتی متر مربع. گفته مقدار x رو حساب کنید. خب مساحت زوزنقه چجوری به دست می اومد بچه‌ها؟ ما میگفتیم قاعده کوچک به علاوه قاعده بزرگ همش ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. این میشد فرمول. حالا همین رو باید جایگزین کنم. قاعده کوچیک من 3x، قاعده بزرگم 12 هستش، ضرب در ارتفاع منم 4x تقسیم بر 2 برابر با 108. خب یه نکته بگم بچه ها، نگاه کنید این 4 و این 2 رو شما میتونید ساده کنید. چرا میتونم ساده کنم؟ چون بین 4 و x ضربه، علامتی نیست یعنی ضربه دیگه. بین 4x و پرانتز هم ضربه، بنابراین 4x کاملا آزاده. من میتونم با این 2 مخرج سادهش کنم. ولی یه وقت اشتباه نکنی بیایی مثلا این 12 رو بگی با 2 ساده میشه، چون بعضی بچه ها همچه اشتباهی میکنن. این 12 بچه ها پاش گیره چی؟ گیره این مثبت 3xی که پشتشه. نمیتونید همینطوری شما اینو ساده کنید. خب الان رسیدم به 3x به علاوه 12 ضرب در 2x مساوی با 108. یه نکته دیگه بچه ها، این 2 رو هم میتونید با 108 ساده کنید. ببینید اگر یه صورت و مخرج داشته باشیم، خب یه صورت با یه مخرج ساده میشه. ولی اگر دو طرف تساوی کسر داشتین، مثلا این صورت و مخرج این 6 و 8 دو طرف یه تساوی بود، شما 2 تا صورت یا 2 تا مخرج رو میتونید ساده کنید. یعنی این 6 با این 8 هم میشه ساده کرد. خب دو طرف تساوی موقع ساده کردن 2 تا صورت یا 2 تا مخرج، مثلا اینجا فرض کنید 10، اینجا مثلا 75. این دوتا رو مثلا میتونید به 5 ساده کنید، چون 2 تا مخرج 2 طرف تساویه، یا 2 تا صورت 2 طرف تساوی. ولی اگر یک طرف تساوی باشه، مثلا همین 6 8م، یه صورت باید با یه مخرج ساده بشه. پس اینو گفتم که برای ساده کردن اینو داشته باشید. خب پس اینو ساده کنم به چی میرسم؟ این میشه 54. خب الان x رو در پرانتز ضرب می‌کنم. x یه بار در این ضرب میشه، یه بار در این. 3x در x میشه 3x به توان 2 به علاوه 12 ضرب در x. 54 هم میاد این طرف مساوی با 0. خب حالا یه نکته دیگه. الان نگاه کنید تمام جملات این معادله بر 3 بخش پذیرن. 54 که 5 به علاوه 4 میشه 9 بر 3 بخش پذیره، 12 هم بر 3 بخش و 3 هم بر 3 بخش. پس میتونم تمام اینا رو تقسیم بر یه 3 بکنم که معادلم بازم از این ساده تر بشه. خب این 3 با این 3 میره، میشه x2. 12 تقسیم بر 3 میشه 4x. 54 هم تقسیم بر 3 هم که میشه 18. خب الان اینجا دیگه میام این معادله رو حل میکنم. a برابر میشه با 1، b برابر میشه با 4، c هم که منفی 18. دلتا میشه b2 منهای 4 ac. b من 4، a من 1، c منفی 18. 4 4 تا 16 تا، منفی در منفی مثبت. 4 1 4 تا، 4 8 تا 32 تا 3 داریم. 4 1 4 تا و 3 تا 7 تا. 7 تا 2 6 8 1 و 7 هم 8. دلتامون در میاد چی؟ 88. این میشه دلتا. میذارم تو فرمول. x برابر با منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2a. بیم چند بود بچه ها؟ 4. یه منها داره فرم، میشه منفی 4. رادیکال 88 تقسیم بر 2 ضرب در 1. خب 88 که جذر کامل نداره بچه ها. چیکار کنیم؟ اینجا 2 راه دارید. یا بیاین 88 رو ببینید میتونید ساده ترش کنید. 88 میشه 2 تا 44 تا. درست شد؟ 44 هم میشه 2 تا 22 تا.
تقسیم بر 2 که بگیم 2 تا 22 تا. 22 هم که میشه 2 تا 11 تا که دیگه 2 تا 11 تا چون ما تعداد زوج میخوایم برای اینکه از زیر رادیکال بکشیم بیرون، همون 2 به توان 2 یعنی 4 رو در نظر میگیره. 4 ضرب در 22 میتونید اینجوری بنویسیدش. پس من مینویسمش 4 ضرب در 22. ببینیم به چی میرسیم. میشه -4 مثبت منفی رادیکال 4 ضرب در 22 تقسیم بر 2. حالا این 4 جذر کامل داره میاد بیرون. چی میشه؟ x من میشه -4 مثبت منفی جذر 4 میشه چی؟ 2 رادیکال 22 تقسیم بر 2. حالا صورت اگر من از یه دوش فاکتور بگیرم، ببینید این 4 بر 2 بخش پذیره، این 2 هم بر 2. از یه دوش فاکتور بگیرم میشه -2 مثبت منفی 4 تقسیم بر 2 که میشه 2 رادیکال 22 هم تقسیم بر 2 میشه همون رادیکال 22 تقسیم بر 2. این 2 با این 2 ساده میشه. نهایتا جوابای من میشه -2 مثبت منفی رادیکال 22. این میشه یه راه حل. یه راه حل خیلی ساده‌تر اینه که بیای جذر بگیری دیگه. مثلا میگی رادیکال 88 جذرش چیه؟ با ماشین حسابش میکنی میشه 9 و 14. خب من اینجا بنویسمش. میشه -4 مثبت منفی 9 و 14 تقسیم بر 2. بعد 2 شاخش میکنی. یه بار میگی -4 به علاوه 9 و 14 تقسیم بر 2. یه بار میگی -4 منهای 9 و 14 تقسیم بر 2. خب 4 از 9 چون باید کم بکنیم علامت عدد بزرگتر میشه 5 و 14. 5 و 14 تقسیم بر 2 در واقع میگیم 54 تقسیم بر 2. 54 تقسیم بر 2 میشه 27 چون یه رقم ممیز داره میشه 2 و 7. اینم هر دو منفی هم باید جمع بشه میشه -13 و 14 تقسیم بر 2. تقسیمش کنیم با ماشین حساب میشه -6 و 7. ببینید این 2 تا جواب ما داریم. خب این به یه نوعی. یه نوع دیگه‌ش هم همینه که من اینجا گفتم. ولی من توصیه میکنم هر دو راه حل رو بلد باشید. چون مثلا اگه احیانا میگم یه تست کنکوری باشه ممکنه جزء جوابای تستتون این رو شما ببینید -2 مثبت منفی رادیکال 22. چون توی کنکور که شما نمیتونید مثلا ماشین حساب با خودتون ببرید، این ساده شده رو ممکنه شما ببینید. ولی اگه تو امتحان باشه یا امتحانای داخلی و کلاسی و حتی امتحان پایانی ماشین حساب مجاز بودین و میتونستین همون راه حل بالا رو برید کاملا درسته. خب سوال بعدی میگه حاصل ضرب 2 عدد صحیح متوالی 132 می باشد. این 2 عدد کدومن؟ ببین عدد اول اگه من x فرض کنم چون گفته متوالی و صحیح پس یکی بیشترش. مثلا نگاه کنید 8 و 9 2 تا عدد صحیح پشت سر هم دیگه. اختلافشون چند واحده؟ یه واحد. 8 عدد اول باشه 8 به علاوه 1 بعدیشه. یا مثلا اگه -11 و -10 باشه اگه -11 رو عدد اول بگیرم -11 به علاوه 1 میشه -10 میشه عدد بعدی. گرفتین؟ پس عدد اول x بگیرم بعدی میشه x به علاوه 1 که میشه 132. خب اینا حالا حاصل ضرب شما باید یه حالت معادله حلش کنم دیگه. پس میشه x در x x2 به علاوه x 132 هم میاد این طرف مساوی با 0. آ من 1 b 1 c منفی 132 هستش. دلتا میشه b2 منهای 4 آ c. b به توان 2 یعنی 1 به توان 2. 4 آ منم 1 c من منفی 132. خب یکی منفی در منفی میشه مثبت. 4 یکی 4 تا 4 ضرب در 132. 4 2 تا 8 تا 4 3 تا هم 12 تا 1 داریم. 4 یکی 4 تا و یکی 5 تا میشه 529. خب x میشه منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2a. منفی b یعنی b مون که منفی 1 بود مثبت منفی رادیکال 529 تقسیم بر 2 در 1. خب جذر 529 رو با ماشین حساب بگیریم میشه 23. خب 23 2 یکی هم میشه 2 تا. پس یه جوابم میشه -1 به علاوه 23 تقسیم بر 2 که میشه 22 دوم مساوی با 11. این یکیش.
x1ش x2 میشه منفی 1 منفی 23 تقسیم بر 2 که میشه منفی 24 تقسیم بر 2 میشه منفی 12. خب الان معادله 2 تا جواب ده. آیا هر دو جواب قابل قبوله؟ بله، چون ما گفته عددا چی هن؟ صحیح هن، یعنی میتونن مثبت یا منفی باشن. اگه یادتون باشه تو تمرین قبلی که میخواستیم طول ضلع مستطیل رو به دست بیاریم، چون طول ضلع همیشه مثبت بود ما فقط مثبت رو قبول کردیم، ولی اینجا محدودیتی نداریم، خودش گفته عدد صحیح، پس هر دو جواب رو میتونیم داشته باشیم. اگر عدد اول من 11 باشه بعدی میشه 12. اگر عدد اول من منفی 12 باشه بعدی یه واحد بیشتر منفی 12 به علاوه 1 میشه منفی 11. هر دو جوابم قابل قبوله. خب تو این سوال میگه یه عدد طبیعی پیدا کنید. حواستون باشه بچه ها، اعداد طبیعی فقط مثبت‌ها میشن. پس اگر دو تا جواب داشت جواب مثبت رو باید انتخاب کنیم. اینو دقت کنیم. 2 برابر آن، من اسم عدد طبیعی رو x میذارم. 2 برابر آن به اضافه 35 برابر است با توان دوم آن عدد. یعنی اگر x باشه x توان دومش. خب اینو تبدیلش میکنیم به یه معادله و حلش میکنیم دیگه. این 2x و 35 میره اون طرف، x2 که مثبته، 2x میره اون طرف میشه منفی 2x، 35 میره اون طرف میشه منفی. ببین قاعدتا من باید 0 رو بدم این ور دیگه، چون همه رو بردم اون سمت x2، ولی هیچ فرقی نمیکنه شما 0 رو این ور بذارید یا اون طرف. خب الان آ و b و c رو مشخص کنم. a1 b منفی 2 و c هم منفی 35. دلتا میشه b2 منهای 4ac میشه منفی 2 به توان 2 4 آی من 1 سی من منفی 35. 2 تا میشه 4 تا، منفی در منفی هم که میشه مثبت. این منفی در منفی اینجا هم میشه مثبت. 4 یکی 4 تا، 4 5 تا 20 تا 2 داریم، 4 3 تا 12 تا و 2 تا میشه 14 تا. پس جوابش میشه 144. این میشه دلتای من. خب حالا بریم سراغ مقادیر. منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2a. منفی b، بیم چند بود؟ منفی 2 بود. یه منها مال فرمول، دوتا کنار هم دیگه. مثبت منفی رادیکال دلتا هم که میشه 144، 2 آم هم که میشه 1. خب جذر 144 که میشه 12. پس یه جوابم میشه منفی در منفی مثبت 2 مثبت 12 تقسیم بر 2. یه جوابم دیگه میشه 2 منفی 12 تقسیم بر 2. میشه 14 دوم برابر با 7. این که میشه منفی 10 دوم برابر با منفی 5. این میشه بچه ها قابل قبول. این غیر قابل قبوله. چرا؟ چون به ما عدد طبیعی خواسته بود. منفی 5 یه عدد صحیحه، طبیعی نیست. خب تو این مسئله گفته نشان دهید منفی 1 به علاوه رادیکال 2 یک جواب معادله x2 به علاوه 2x منهای 1. خب اگه قرار باشه یک جواب این معادله باشه باید مختصاتش در این معادله صدق کنه. یعنی هر جا x دیدم به جاش میذارم منفی 1 به علاوه رادیکال 2. ببینم به چی میرسم. خب به جای x اولی منفی 1 به علاوه رادیکال 2، چون توان 2 داره توان 2 رو میذارم به علاوه 2. به جای این x هم باز میذارم چی؟ منفی 1 به علاوه رادیکال 2. منفی 1 بعدی خودش باید بچه ها مساوی با 0 بشه. ببینیم میشه یا نه. خب این میشه اتحاد بچه ها اول یا مربع دو جمله. یادتون هست سال نهم میگفتیم اولی به توان 2 به اضافه 2 برابر اولی در دومی به اضافه دومی به توان 2. این اتحاد مربع دو جمله بود. حالا جمله اول من چیه؟ منفی 1. جمله اولم منفی 1، جمله دوم رادیکال 2، این جمله دومم رادیکال 2. خب به اضافه 2 رو میام توی این پرانتز ضرب میکنم. 2 در منفی 1 میشه چی؟ میشه منفی 2. 2 در رادیکال 2 میشه مثبت 2 رادیکال 2 منهای 1 هم که خودش. حالا اینو حل کنم. منفی 1 به توان 2 منفی در منفی مثبت میشه مثبت 1. این مثبت در این منفی ضرب میشه منفی 2 رادیکال 2. رادیکال 2 به توان 2 میشه رادیکال 4 دیگه. 2 تا 4 تا. جذر 4 هم برابر با چیه؟ 2. منهای 2 مثبت 2 رادیکال 2 منفی 1 هم خودشون.
حالا نگاه کنید، مثبت 2 با منفی 2 که حذف میشه، منفی 2 رادیکال 2 با مثبت 2 رادیکال 2 هم حذف میشه، مثبت 1 و منفی 1 هم حذف میشه. میرسیم به چی؟ 0 برابر با 0. بله، پس واقعا یک جواب معادله هست چون مختصاتش در معادله صدق کرد. خب تو این تمرین گفته مساحت ناحیه خاکستری، پس میگیم مساحت ناحیه خاکستری برابر 40 سانتی متر مربع. ببین بچه‌ها، قسمت خاکستری یه مربع بزرگه که یه مربع کوچیک از تو دلش حذف شده یا خارج کردن. بنابراین میشه مربع بزرگ منهای مربع کوچک. این میشه ناحیه خاکستری ما که برابر با چیه؟ 40 سانتی متر مربع. الان اندازه هر ضلع مربع از ما خواسته. خب مربع بزرگ اندازه یک ضلعش گفته 3 وای به علاوه 2. خب میشه یک ضلع ضرب در خودش یا یک ضلع به توان 2 منهای مربع کوچیک هم که میشه یک ضلع ضرب در خودش، باز میشه وای به توان 2 برابر با 40. من باید اینو سادهش کنم. ببینید اولی این میشه اتحاد مربع دو جمله‌ای. اتحاد مربع دو جمله‌ای چجوری بود؟ میگفتیم جمله اول به توان 2 به اضافه 2 برابر جمله اول در جمله دوم به اضافه جمله دوم به توان 2. این اتحاد بود دیگه. جمله اول هم چیه؟ 3 وای. جمله اول هم 3 وای، جمله دوم 2، جمله دوم 2 منهای وای 2 مساوی با 40. خب 3 وای 2 3 تا میشه 9 وای 2. خب 2 3 تا 6 تا 6 2 تا 12 وای 2 2 تا هم که میشه 4 تا منهای وای 2 مساوی با 40. بازم باید ساده تر بشه. 9 وای 2 با منفی وای 2 میشه مثبت 8 وای 2 به علاوه 12 وای. 40 که بیاد این طرف منفی میشه منفی 40. منفی 40 با مثبت 4 میشه منفی 36 مساوی با 0. تمام جملات بچه‌ها بر 4 بخش پذیره. پس به جای اینکه بیام اون معادله رو حل کنم، همه رو یه تقسیم بر 4 میکنم، معادله رو ساده تر میکنم. پس میشه اینجوری، من اینجا بنویسمش، میشه 2 وای 2 به علاوه 3 وای 36 تقسیم بر 4 هم که میشه 9 مساوی با 0. آ و بی و سی، آی من 2 بی 3 سی منفی 9 دلتا بی 2 منهای 4 آ سی. 3 3 تا 9 تا منفی در منفی مثبت 4 تا 8 تا 9 8 تا هم میشه 72 تا 9 و 2 هم 11 میشه 81. خب خدا رو شکر این جذر کامل داره. x برابر میشه با منفی b یعنی منفی 3 مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2 آمون هم که 2. خب یه جوابم میشه منفی 3 جذر 81 که میشه 9 به علاوه 9 تقسیم بر 4 منفی 3 به علاوه 9 که میشه 6 چهارم برابر میشه با 3 دوم. یه جواب دیگه معادلمون هم میشه منفی 3 منفی 9 تقسیم بر 4 9 و 3 میشه 12 تقسیم بر 4 میشه منفی 3. چون طول ضلع هیچ وقت منفی نمیشه، این میشه غیر قابل قبول. چون ببین وای که نمیتونه یه مقدار منفی بشه، این وای شده چی؟ 3 دوم و اگه مقدار مثبت باشه پس این میشه قابل قبول. این میشه طول ضلع‌های مربع رو خواسته. اینم اگر بگم 3 وای به علاوه 2 پس میشه 3 به جای وای هم میذارم 3 دوم به علاوه 2 به یه مخرج 1 میدم 3 3 تا میشه 9 دوم به علاوه 2 به یه مخرج 1 میدم این ضرب در 2 9 و 4 هم میشه 13 دوم. پس اینم میشه 13 دوم. در واقع این 1 و نیمه، این 6 و نیمه. خب این قسمت یه معما هستش از کتاب جبر و مقابله خوارزمی. میگه مقداری است، اون مقدار من فرض میکنم x که 1/3 آن 1/3 آن یعنی 1/3 x و 1 درهم و یعنی علامت جمع دیگه، یعنی 1/3 آن و 1 درهم را در 1/4 آن یعنی 1/4 همین x و 1 درهم دوباره بله
ضرب میکنیم. این دوتا رو باید در هم ضرب. حاصلش میشه 20. پس میشه 1/3 x به علاوه 1 در 1/4 x به علاوه 1. حاصلش شده چی؟ 20. یه معادله میشه دیگه، باید معادله رو حل کنیم. خب اول میام این جمله اول رو در این دوتا ضرب میکنم، جمله دومم در این دوتا. 1/3 در 1/4 که میشه 1 1 1 3 4 تا 12 تا x در x هم میشه x2. بله 1/3 در 1 هم که میشه 1/3 x، 1 هم در 1/4 x میشه 1/4 x، 1 1 هم که میشه 1 مساوی با 20. خب ببینید بچه‌ها یه توصیه، این معادلاتی که به صورت کسری ان اگر بشه مخرج رو حذف کرد خب مسلما خیلی ساده تر میشن. الان نگاه کنید 12 عددیه که به تمام این مخرجا میخوره، به 4 به 3 و به خود 12. بنابراین تک تک این عبارت ها رو من میام در 1/12 ضرب میکنم. همشون ها بچه‌ها. نمیشه یه مقدار رو ضرب کرد یه مقدار رو ضرب نکرد. اینم در 12، اینم در 12، اینم در 12، اینم در 12. ببینیم به چی میرسیم. خب 12 که با این 12 ساده میشه، اینم با این ساده میشه، 12 تقسیم بر 3 میشه 4، اینم با این ساده میشه 3، اونم که ساده نمیشن. خب این پس میشه x2 به علاوه 4x به علاوه 3x به علاوه 12 مساوی با 2 تا 4 تا 2 1 2 تا میشه 240. پس معادله من میشه x2 به علاوه 4x و 3x میشه 7x، 240 که بیاد اینور میشه منفی 240 از 12 تا کم 2 از 10 میشه 8، 1 از 3 هم میشه 2 میشه 228 منهای 228 مساوی با 0. خب بریم سراغ حل معادله. آ و بی و سی رو مشخص کنم. آی من 1، بیم 7، سی منفی 228. خب اول دلتا بی به توان 2، 7 به توان 2 منهای 4 آ سی منفی 228. پس دلتا 7 70 49 تا منفی در منفی که میشه مثبت. 4 8 32 تا 3 داریم، 4 تا 8 تا 8 و 3 11 تا 1 داریم، 4 تا 8 تا و 1 9 تا. پس دلتا میشه 9 و 2 11، 1 و 4 5 و 1 6 میشه 961. این دلتامون. حالا x برابر میشه با منفی b منفی 7 مثبت منفی رادیکال 961 تقسیم بر 2 آ. آمونم که 1 بود. 2 1 2 تا. خب 2 تا جواب داریم. 961 جذر کامل داره بچه‌ها. جذرش میشه 31. جذر 961 میشه 31. خب پس یه بار میگم منفی 7 به علاوه 31 تقسیم بر 2. یه بارم میگم منفی 7 به علاوه منهای 31 تقسیم بر 2. این که میشه منفی 38 تقسیم بر 2 میشه منفی 19. یه جوابمون. اینم 7 از 11. 7 از 11 میشه 4. 24 تقسیم بر 2 میشه 12. اینم میشه 2 جواب. هر دو جواب هم قابل قبوله دیگه، چون چیز خاصی نگفته. خب آخرین مسئله میگه مساحت روبرو، مساحت مثلث روبرو 24 سانتی متره. خب مساحت مثلث میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. گفته این برابر با 24. خب قاعدمون چنده؟ 3x منهای 1. ارتفاعمون x به علاوه 3 تقسیم بر 2 برابر با 24 شده. 24 یه مخرج 1 میدم. این طرف این وسط این که بکنم میره اون طرف. این 3x یه بار در این یه بار در این، x هم یه بار در این یه بار در این. خب 3x در x میشه 3x2، 3 تا میشه 9x، منفی 1 در x میشه منفی x، منفی 1 در 3 هم که میشه منفی 3، 2 تا 24 تا هم که میشه 48 تا. خب این 3x2 خودش 9x منهای x هم میشه مثبت 8x، 48 هم بیاد اینور میشه منفی. خب 8 و 3 هم میشه 11 منفی 51. ببینیم ساده میشه.
نه ساده نمیشه دیگه، مجبوریم با همین عددهای بزرگ بسازیم، چون 3 و 51 هر دو به 3 بخش پذیرن ولی 8 نیست. خب دیگه کارش نمیشه کرد. آ برابر با 3، B 8، C هم منفی 51. خب دلتا میشه B2 یعنی 8 به توان 2 منهای 4 آمون 3 C هم که منفی 51. 8 8 تا 64 تا، این دوتا منفی ها در هم میشه مثبت. 4 3 تا میشه 12. 12 ضرب در 51. 1 2 تا 2 تا 1 1 1 5 2 تا 10 تا 1 5 5 6 تا میشه 612. خب حالا 2 و 4 6 1 و 6 7 میشه 676. بذاریم تو فرمول x برابره با منفی b مون چی بود؟ 8 بود میشه منفی 8 مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2 آمون چنده؟ آمون 3 بود. خب 676 جذر کامل داره خدا رو شد، جذرش میشه 26. این میشه جذرش 26. پس یه جوابم میشه منفی 8 به علاوه 26 2 3 تا میشه 6 تا. یه جوابم دیگه منفی 8 منفی 26 2 3 تا 6 تا. خب این میشه 8 از 16 که میشه 8 18 ششم برابر با 3. اینم میشه منفی 6 و 8 14 منفی 34 ششم. یه لازم هم نیست سادهش مثلا غیر قابل قبوله دیگه، چون طول همیشه چیه؟ مثبته، اصلا قابل قبول نیست. این 3 فقط قابل قبوله. حالا این ارتفاعمون میشه 3 به علاوه 3 میشه 6. این ارتفاع میشه 3 در 3 منهای 1. 3 3 تا 9 تا 9 منهای 1 میشه 8. پس ارتفاع این میشه ارتفاعمون. اینم میشه چی؟ قاعده.